белая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый. سلام و شام بخیر. السلام علیکم عزیزان دل و دیده تماشابینان شبکه تبریکاتی شهنام. امروز جماعی ما در دهه میرانقل در خانواده جسدمک که امروز جشن زادروز دارند از نام سه کلیتی در جنت، از نام دختران نازنینشان، از نام شاکر آیتی، فرزان آیتی، مرجان آیتی، نبیره های شیرین و البته از نام سعادت خاله تبریک میگوییم. لحظه ها البته احساساتی خرسندی شادیانه را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم پدرجان‌های عزیز، السلام علیکم خیش و تباران، مادران مهربان، همه شما را به خانواده جسدمک خوش آمدتان میگوییم. برای ما جسدمک سعادت خاله لازم هستند. قرصک زده پیش آمد تکلیف میکنیم. مرحبا. ای پیری بر نادل توی عاشق ترین دلدو. جسدمک زادروز مبارک، روز شکرانه را، امروزه لحظه های خرسندی را، مولود خجسته را برایتان مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. سعادت خاله هر بار هم خیلی خاندان های پرفیض و مهمان شویم از مادران میپرسیم که پدرها چند ساله شدن. امروز جسدمک چند بدر آمدن؟ 18 بگذارن آخر 18 ساله 20 ساله شده گشتن. یک جای دمی پیری و دولت پیری را دیده گشتن برای شما نصیب کنند. اولا شما را پدر عزیز از نام سه کلیتی در جنتتان، از نام شاکر آیتی، فرزان آیتی، مرجان آیتی، از نام سعادت خاله، از نام نبیره های شیرین تبریک میگویم. گفتن هزار رحمت برای پدرم، برای مادر عزیزم که ما فرزندان را با یک مهنت حلال، با یک مهر و محبت و صداقت با لقمه حلال کلان کردند. خودشان نپوشیده باشند هم ما را از هیچ کس کم نکرده کلان کردند. خدایشان شکر. سعادت خاله دختران چند مرتبه زنگ زدن و گفتند که بی جانم به الهی در رحمت گوید. ناز میبینم، دوست میدارم شما. چند خاکسارترین زن دنیا، از همه در دنیا اگر مدال داده شود، اگر برای مهربانترین زن لایقترین این مدال مادر من است. بگذار همیشه جاویدان و در سر ما همراهی پدرم دم پیری و دولتی پیری را بینند. امروز جسدمک میگویند چشمه های از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی از سر جان عزیزی خود گذر دارد پدر. دختران میگویند ما جای دهن 100 پسر را میگیریم. پدر را تاجی سر، مادر را البته گل ثبت خاندان میکنیم. در سر ما سایبان باشند بس است و حاجی بابا و حاجیانه شده گشتند برایشان نصیب کنند. مادر جان عزیز باشه و غمگین اگر دختر بگذاری
بشو غمگین اگر دختر بیزادی که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر صاحب تاج گردد به پیشش 100 پسر محتاج گردد. سعادت خاله پیغمبر خداوند گفته است که کلیدی در جنت دختر است. امروز یک نه 3 کلیدی در جنت دارد. شما روز خرسندی مبارکباد میگویم و البته این لحظه های شادیانه همیشه جاویدان باشد و در این خانوادهتان حج آشی شود و آمده شما را پیشواز گرفتن نصیب کند. البته سعادت خاله چند سال شد تویش تبلیغاتون بود؟ کنی دخترها سب کتاب نمیکنی اما ها خاله ها چند سال شد تویش تبلیغاتون بود؟ 35 34 35 سال قریب 40 سالگی توی. سعادت خاله هشتمی مقبه یا زادروز با یکم بیرم با چند بار مابین 35 سال با گل گرفته از امکم. بگذار اینها جاویدان باشد. از این رو فقط شما یک گیراتما مهربان هستید. فقط هر دوتون احتیاط کنید. انا همین دستگاه زیبا از نام جسدمک برای سعادت خاله اگر قرصک زنیم رمزی محبتشان خودشان اظهار میکنند. مرحبا. مبارک باشد. و البته جسدمک 35 36 سال پیش خیلی تارتبوری ها توی ها نبود. توی ها اولیبا میشد یک فیض دیگر داشت. فرزندان گفتن که همان آرزوهایشان آرزو نشود، ارمانهایشان شکند و ما عملی میکنیم و با چنین نیت ها در اینجا تارت ها را تیار کردیم. یک جای شیرینی را میبریم هر دویتان. بگذار دم پیری و دولت پیری را دیده خوشبختترین عائله سرش هستید همیشه باشید. میگیم مرحبا. کنی کار بگیریم کنی یک جای شما شب میکنیم یک جای میبریم. سعادت خاله داره شما یا شب زادروز مبارک. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии. Азор Рахмат. Саудат Хола اینها نبیره از دانکش هم مغز شیرین. نبیره چند تا؟ 3 تا. خدا 30 تاش را بیند و 30 تا ابیره هم دیده در سر توی آنها دعا گوشته گردید. کلانیشان کدامشان؟ نبیره کلامی ریحانه بانو. یکتا بابا جانشا تبریک کنیم کنیم. بابا جان تبریک لایمان یوزگه کریم. بابا جان تبریک لایمان یوزگه کریم. ملدیس تمام تبریک نیسان خب سعادت خود از نامی نبیره های خودتان تبریک کنید نکن. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز دوست دادم شده صدا. دادم امروز 100 درویم. یا این روز خرسندی روزشون نمیروز شد. 100 دروی دادم. خودتون ایرویم 100 دارم. روزی نغزت همین شود. ایرویم روزی بعدم نکنی. در این روز نیکت روزی نغزت همین شود. ایرویم 100 دارم. رحمت دارم. رحمت. توضیح یک لبی گوش فهمیدی مردکای میشود. یک تو میشنویم. مرحمت. خوش آمدید مهمانان عزیز. در این روزی جشنی تولد اوکایم جسدبای الهیم جسدبای 100 بزرگ و حضوری بالای شقه نواره ها شبیدار و چی نیت که نیتش برسه. رحمت.
رحمت سلامت باشند آغوش کنید تبریک کنید مبارک باشد اکنون جسدمک همه رقص رو تکلیف کنیم همه میرقصیم همه خورسندی میکنیم امروز روزی شادیانه است دختران مادگی رو تبریک میکنن مینیمید خب دعوت رو برقصیم نباشد یک جای میرقصیم مهمان خوش آمدن زادروز مبارک مرحبا Hadi
چیکار کنیم ناز برانگیختن آها کنیم چیکار کنیم ناز برانگیختن آها کنیم چیکار کنیم ناز برانگیختن آها کنیم چیکار کنیم ناز برانگیختن ناز برانگیختن عزیزان جسدمک را در روز زادروزشان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی جاویدانه را به تاریخ مهر کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت باشید.